از خانوما صبح با فکر این از خواب بیدار میشن که چجوری باید از دیگران حمایت کنن و مراقب دیگران باشن. خونه، خونواده، بچه ها، همسر. شبم با این فکر میخوابن که کلی احساسات نادیده گرفته شدن دارن. دیگران ظالم نیستن ها. خود این ما خانوم ها هستیم که به فکر خودمون نیستیم. خود ماییم که خودمون رو ندیده میگیریم. خود ماییم که حواسمون به خودمون نیست. سلامت روان یعنی این که بار عاطفی خانوم ها فقط جسمی نیست بلکه روانی هم هست. توصیه‌ای که به خانوم ها دارم اینه که خودمون رو بپذیریم، هوای خودمون رو بیشتر از اون چیزی که هست داشته باشیم. ما باید حالمون خوب باشه تا بتونیم از دیگران حمایت کنیم. بچه هامون یه مامان کافی میخوان، نه یه مامان کامل.